با عرض سلام به خدمت شما دوستان عزیز، امیدوار هستم که هر کجا که هستین خوب و خوش و آرام باشین کنار فامیل محترم. خوش آمد میگم بهتون به یه ویدیو جدید از کانال خودتون انس با قرآن. دوستان عزیز، امروز درس 4 ما هست و من تصمیم دارم انشاءالله سوره کافرون، سوره کوثر، سوره ماعون رو با هم دیگه تکرار و تمرین کنیم. دوستان عزیز، همچون در جلسات قبل تلاوت سوره ها من بهتون گفتم سعی کنید که سوره ها رو نام هایشان را یاد بگیریم و سوره ها مکی یا مدنی هستند و چند آیه دارند که این بسیار مهمه. و همچنین یک بار دیگه من توضیح میدم سوره های مکی به سوره های گفته می شود که در مکه به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم از طرف الله پاک توسط جبرئیل بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نازل شده و سوره های مدنی به سوره های گفته می شود که در مدینه منوره از طرف الله پاک توسط حضرت جبرئیل نازل شده بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. خب دوستان عزیز، این سوره کافرون هست که نامشون اینجا نوشته شده هست و سوره مکیه و 6 آیه داره. الان من این سوره رو با هم دیگه چند بار میخونیم و تکرار میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل یا ایها الکافرون. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون. لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. لکم دینکم ولی دین. یک بار دیگه دوستان عزیز میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. خب این سوره رو ما خوندیم. الان سوره کوثر رو با هم دیگه شروع میکنیم. دوستان عزیز، سوره کوثر هست، مکی هست و 3 آیه داره. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ان شانئک هو الابتر. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. خب دوستان عزیز، سوره سوم یا بخش سوم درس امروز ما هست سوره ماعون. سوره مکی هست و 7 آیه داره. بسم الله الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم. فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون.
الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراؤون الذین هم یراؤون و یمنعون الماعون و یمنعون الماعون و یمنعون الماعون. خب دوستان عزیز، یک بار دیگه من میخوام سوره کافرون رو برای شما تکرار کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. خب در ادامه سوره کوثر که سوره مکی هست رو با هم میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر ان شانئک هو الابتر. خب در ادامه سوره ماعون، سوره مکی و 7 آیه داره. ارأیت الذی یکذب بالدین ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراؤون الذین هم یراؤون و یمنعون الماعون و یمنعون الماعون. خب دوستان عزیز، این بود از درس امروز ما. امیدوار هستم که بتونم به شما کمک کنم در تلاوت و روخانی سوره های قرآن شریف. این بود درس 4 ما، تلاوت سوره ها. امیدوار هستم که هر کجا که هستین خوب و خوش و آرام باشید، کنار خانواده های محترمتون و از گزند روزگار در امان باشید و من رو هم از دعای خیرتون فراموش نکنید. تا یک ویدیوی دیگه همگی شما را به خداوند متعال می‌سپارم.